سلام و وقت بخیر، به برنامه آوند خوش آمدید. روز گذشته امیدواری وجود داشت که تیم‌های اصلاحات و همگرایی و تحول تداوم به توافق رسیدند. اما در آخرین ساعت‌های روز گذشته اعلان شد که مذاکراتی که جریان داشت بی نتیجه پایان یافته است. این مذاکرات امروز پس از سر گرفته می شود و یا چرا بی نتیجه پایان یافته است، به جستجوی آن در این برنامه می پردازیم. مهمانانی که دعوت ما را پذیرفتند آقای احمد سعیدی، کارشناس مسائل سیاسی، آقای گل محمد مختاری، عضو تیم اصلاحات و همگرایی، آقای احمد شاه افغانزی، عضو تیم تحول و تداوم و آقای نقیب الله فائق، عضو مجلس نمایندگان با ما هستند. مهمانان بسیار خوش آمدین. آقای فائق، در آغاز از شما میخوایم بپرسم چرا مذاکرات هر بار به شکست مواجه میشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از شما و سلام برای همه بزرگایی که در میز هستند و ملت افغانستان. شما میدانید که مسئله انتخابات به درازا کشید و چندین رند داشتی و مذاکرات و به نتیجه رسیدن از این هم بسیار کار ساده‌ای نیست، چون که تا ایالات متحده آمریکا، سازمان ملل و ابعاد دیگی ملی که در سطح افغانستان هستند در این دخیل هستند و در این مذاکرات هماهنگی دارند. بنابراین آنقدر زیاد توقع نداشته باشیم که حتما باید به توافق برسیم و آنقدر ناامید نباشیم که حتما این مسئله ختم شد و دیگر توافق وجود نداره. مذاکرات از میشکنه و بار دیگر شروع میشه. اما اظهار امیدواری ما به این است که مذاکرات هنوز ادامه داره. این که دیروز و در این 2 روز اخیر صحبت‌های متناقض از اینکه یک بار گفتن که کلا به توافق رسیدن، یک بار گفتن که حالا همه چیز ختم شد، فکر میکنم ناشی از اطلاعات غلطی است که بعضی از سخنگویان تیم‌ها و یا بعضی از کارشناسا میان اطلاعات را در اختیار ندارن و یا هم سایت‌های اجتماعی مردم مراجعه میکنن بدون از کسی مسئولیت زیر بپذیره میان اظهارات را انجام میتن که خب این اظهارات بسیار دقیق نیست. اما اطلاعاتی را که ما در اختیار داریم همین است که فقط همین قدر تغییر آمده که دیروز قرار بود که هر دو نامزد با هم بشینن به حضور رئیس جمهور افغانستان که اینمی ملاقات به خاطر از اینکه هر دو رهبران تیم بیان با تیم‌هایشان روی مواردی با هم صحبت بکنن و قناعت اعضای تیم خود را داشته باشن و بعداً با یک آمادگی برن با مجلس اشتراک کنن. همین یک روز به تعویق انداختن که امروز ساعت 3 بجه است، قرار است که امروز اینمی دایر شود و امیدوار هستم که حالا که برنامه پخش میشه ای به خوبی ان شاء الله سپری شه. امیدواری ما به این است. بنابراین یک روز به تعویق انداختن ما با یک بود منفیش بگیریم یا بود مثبتش بگیریم آنقدر بسیار گپ مهم نیست. اما در کل مذاکرات دوام داشته و مذاکرات ادامه داشته. اگر این مذاکرات رو در رو هم نبوده تا که تنها با رئیس جمهور بوده و یا نماینده سازمان ملل و یا سفارت‌هایی که در اینجا داخل هستند، ما در جریان هستیم که ادامه داره. حتی در سطح ردی دوم سطح معاونین کاندیدا هم بسیار ملاقات‌ها، تماس‌ها بسیار گسترده و صمیمی ادامه داره. تشکر. آقای سعیدی، نکات اختلافی در کجاست و چرا دو نامزد به توافق نمیرسند در حالی که وضعیت امنیتی، اقتصادی و سیاسی کشور بدتر شده میره هر روز؟ بعد سلام و عرض ادب خدمت شما و مهمانان بزرگوار. من باور دارم که وضعیت شرایط عینی و ذهنی جامعه افغانستان برداشتی را که از وضعیت موجود هر دو کاندید مطرح دارند، گام‌های استوار و محکمی را به طرف تفاهم و همزیستی با یکدیگر برداشتن. اونجا که در رسانه‌ها طوری که دکتر صاحب گفتن، اونجا که در رسانه‌ها انعکاس یافته، بدون شک بعضی کسانی که در تیم هستند یا کارشناس هستند در عمق قضایا نیستند. من باور دارم که هر دو کاندید محترم در عمق قضایا بیشتر قرار داره، بی معنا که این انتخابات افغانستان هم افغانی است و هم جامعه ملل متحد حضور داره و بر وضعیت موجود هم که اونچه من باور دارم نه تنها غربی‌ها، همه مردم افغانستان حاضر نیستند که یک بار دیگر امنیت افغانستان به چالش‌های مواجه شود. اونچه را که از رسانه ها درس کرد که آدم نمیتونه همه را حقیقت بگویه، ولی میتونه یک سرش یک تبصره کنه در رسانه ها. بدون شک یک نویسنده یا قلم به دستی که در یک سایت یا در یک فیسبوک می نویسه کماکستی هایی داره، کماکستی. حتی گاهی تو میشه که یک متنی از انگلیسی به فارسی ترجمه میشه تفاوت داره. من فکر نمی کنم که بین هر دو کاندید فاصله های مونده باشه که کوتاهی نداشته باشه، راه حل نداشته باشه. اگر باشه همطوری که دکتر سفر بودن نشستی که امروز است، من امیدوار هستم که بالای 90% به توافق رسیدن و درایت، حوصله، وضعیت موجود افغانستان ایجاب میکنه که
کنار یک دیگر بشینن و برای فردای افغانستان مشترکاً کار کنن. و ما هم از طرفداران هر دو تیم تقاضا داریم، همه ما، که افغانستان خیلی زخمی است از نگاه سیاسی اقتصادی. ما به کنار آمدن بهتر میتونیم کار کنیم، نه به کنار زدن ها. این کشتی شکسته را افغان ها مشترکاً بهتر میتونن ببرن، ایواز از که تنها یک گوشهش یکی بگیره و یکی دیگه ایش تله کنه که چپش. تشکر آقای سیدی. آقای مختاری، آنچه که شما میخواین چه است و آنچه که تا به هنوز مورد قبول تیم تحول و تداوم قرار نگرفته؟ بسم الله الرحمن الرحیم، به نستعین، انه خیر ناصر و معین. با عرض ادب و احترام و سلام خدمت حضرت عالی و همکاران گرامی شما، مهمانان معزز و معظم و بینندگان برنامه خوب تلویزیون خورشید. اجازه بده قبل از آنی که به فرمایش شما و به سوال شما برسیم یک مقدمه را عرض بکنم. ببینید، در مذاکراتی که صورت میگیره پیرامون چالش های موجود در یک جامعه، یک سلسله اصولی باید در محراق توجه قرار بگیره تا چالش ها و بنبست ها و موانعی که سر راه پیشرفت و ترقی یا صلح و آرامش هست برداشته شود. اصل اول ضرورت و درک اصل مشکل هست، یعنی هر دو طرف یا اطرافی که پیرامون یک موضوع و یک قضیه داخل هستند ضرورت اون قضیه را درک بکنن، عمق و ابعاد اون چالش و اون بنبست و اون مشکل کاملا درک بکنن که به کجا برمیگرده، چه مقداری از وضعیت جامعه را به لحاظ اقتصادی، به لحاظ فرهنگی، به لحاظ سیاسی تحت تاثیر خودش قرار میده. این رو باید درک بکنن. نکته دوم، عزم بر حل آن. واقعا همه اطراف یا هر دو طرف، اگر دو طرف داره، عزمشان جزم باشه برای که واقعا این مشکل رو حل بکنه و این سنگ رو از درون چاه در بیاره و این زخم را پانسمان و درمان بکنه. این عزم وجود داشته باشه، نه اینکه به اصطلاح فقط برای سرگرمی بوده باشه یا برای به اصطلاح فرافکنی بوده باشه یا به اصطلاح اهداف دیگه ای پشت قضیه وجود داشته باشه. نکته دیگه اجازه بدیم میرسیم به اونجا. یکی بحث صداقت هست و همینطور ایثار و خودگذری. ببینید، در مذاکرات معمولا همین طوره که یک چیزی باید بدی تا چیزی رو بتونه بگیری. در سر میز مذاکرات یک چیز کاملا متعارف و معمول هست. اما در قضایای افغانستان و انتخاباتی که متاسفانه به چالش کشیده شد، با کمال تأسف مردم ما آرزو داشتن که شاهد نتیجه رستاخیز حضورشان پای صندوق‌های رأی بوده باشند و شاهد رئیس جمهور منتخبشان از میان آرای سفید و پاکیزه خودشان بوده باشند. آقای مختاری، آنچه که حالا خواست تیم اصلاحات و همگرایی است چی است؟ ببینید، یک چیز بیشتر نیست، چون همه درها بسته شد و به هر مسیری که حرکت کردیم متاسفانه با بنبست مواجه شدیم، تا اینکه تنها راهکاری را که دنیا و خود جامعه افغانستان و شخصیت‌های محوری خود کشور و همینطور جامعه جهانی، شخصیت‌های محوری جهانی پیشنهاد کردند و تنها راهکار حکومت وحدت ملی بود. حکومت وحدت ملی در حقیقت همون تقسیم ساختار حکومت و نظام هست، یعنی توزیع قدرت هست بین هر دو تیم. در اینمی قسمت اونطوری که باید و شاید در برخی از عرصه ها متاسفانه صداقت لازم رؤیت نشد و این امر باعث شد که یک مقدار سوء نیت یا سوء برداشت از رفتار متقابل صورت بگیره. به همین خاطر بود که خب پادرمیانه های صورت گرفت، در چندین مرحله متاسفانه به بنبست رفت و حرفای زده شد، پای حرفا عمل نشد. میرسیم به اونجا. ببینید، در دیروز هم ببینید چند روز میشه، یعنی شاید یک هفته بیشتر شد که مذاکرات سیاسی هم بین هر دو تیم متاسفانه بایکوت شد. به صورت مستقیم مذاکره و گفتمان وجود نداره. واسطه های بین المللی هستند، نماینده ملل متحد هستند و سفیر آمریکا و نماینده خاص ایالات متحده آمریکا و برخی از شخصیت های محوری جهانی و داخلی اینا هستند که همین پروسه را پیش میبره، حرفا را منتقل میکنه. به اصطلاح صحبت ها فعلا بالواسطه صورت میگیره و لذا نتایج ملموس. آخرین خواستتان چی بود و در آخرین حرفی که برای تیم تحول تداوم ما خواستی زیاد نداریم، فقط حکومت وحدت ملی، یعنی توزیع قدرت. تشکر. و توزیع قدرت و توازن در قدرت نبوده باشه، طبیعی است که تفاهمی بعید به نظر میاد. آقای افغانزایی، واقعا فلسفه با وجود آمدن حکومت وحدت ملی به معنای توزیع قدرت است یا نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما میهمانان گرامی و بیننده‌های عزیز. میخوام به بیننده‌های گرامی دو مژده بدهم.
اولی که خوشبختانه کمیسیون انتخابات پروسه تفتیش سراسری را که با همت و اشتراک ناظرین بین المللی مطابق معیارهای بین المللی از 2 ماه به طرف آغاز شده بودند و 75% پروسه را تیم اصلاحات و همگرایی مستقیما و 25% را غیر مستقیم طی کردن تکمیل شد و امروز نتایج کمیسیون انتخابات رفتن به طرف کمیسیون سهم شکایات که در ظرف 72 ساعت آینده کمیسیون سهم شکایات نتایج را واپس خواهد کردند و فیصله های خود ابلاغ خواهد کردند و نهایتا کمیسیون انتخابات برنده انتخابات و نتایج انتخابات کاندید اول کاندید دوم بازنده وجود ندارد، کاندید اول و کاندید دوم است و این را به ملت معرفی خواهد کرد. مژده دومی که میخوایم بگویم این است که با وجود از اینکه سبوتاژ ها و تلاش های زیادی صورت گرفتن از هر طرف تا حکومت وحدت ملی خدشه‌دار شود، منافع مردم افغانستان زیر سوال بره، حالتهای کودتایی به وجود بیاید، حالتهای موقتی به وجود بیاید، ولی خوشبختانه تلاش دو کاندید، تلاش رئیس جمهور، تلاش ملل متحد و تلاش امریکا و دیگر دوستای بین المللی و خیراندیشای افغانستان در داخل و در خارج باعث ازی شدن که حکومت وحدت ملی باید به نتیجه برسه و توافقاتش امیدوار هستیم که امروز امضا شود. حالا که گفته میشه با میان آمدن حکومت وحدت ملی به معنای توزیع قدرت است، این را شما میپذیرین آقای افغانزایی؟ ببینین حکومت وحدت ملی عبارت از التزام به قانون اساسی افغانستان است و تمام حرکت حکومت وحدت ملی در چوکات قانون اساسی افغانستان هم برای امروز و هم برای فردا هستند و فیصله که صورت میگیرند یا توافقی که لحظات بعد صورت میگیرند بین رهبران دو تیم اینمی نقطه را به اثبات خود رساند. بله، یعنی تقسیم قدرت یا توزیع قدرت حتمی است در بین تیم های انتخاباتی یا همین گروه های سیاسی. از دید ما توزیع قدرت حق ملت است. همه نخبگان افغانستان چی در دو تیم انتخاباتی هستند چی خارج از دو تیم انتخاباتی هستند بر اصل معیارها و شایستگی و وفاداری به منافع مردم افغانستان و قانون اساسی افغانستان هم حق دارن هم مسئولیت دارن تا در نظام حضور داشته باشند. یعنی اشتراک در نظام، تصدی یک وزارت و یک ولایت اختیاری نیست، صلاحیت شخصی نیست، منافع شخصی نیست، این وسیله خدمتگزاری برای مردم است و هر کسی که شایستگی خدمتگزاری را داشته باشد شایسته ازی هستند و نخبگان یا مسئولین حکومت، رئیس جمهور، رئیس اجرایی، معاونین رئیس جمهور در جلسه مشترک مشوره‌دهی فیصله خواهد کردن و شخصیت ها با سمت های مختلف حکومتی توظیف خواهد شدن. تشکر. آقای فایق، اختلاف بر سر این در میان تیم اصلاحات و همگرایی و تحول تداوم وجود داره که حالا خواستها این است که حکومت که اعلان میشه یا رئیس جمهور که به وجود میاد بر اساس آرای مردم اعلان نشه بلکه در نتیجه تلاش های سیاسی رئیس جمهور به وجود بیاید یا حالا اعلام شود. دید شما در این مورد چی است؟ در قدم اول خب همه ما باید ایره بپذیریم که در افغانستان نیاز به یک حکومت وحدت ملی با تمام معنایش. این چی تقسیم منابع بوده باشه، این چی حضور افکار باشه، اقشار باشه، اقوام باشه و این مسئله حضور برابری همه کسایی که در افغانستان شهروند و افغان زندگی میکنن بوده باشه. به دلیل از این که حکومت وحدت ملی نه در 13 سال گذشته افغانستان شاهد حکومت وحدت ملی بوده نه در 300 سال گذشته و ای که در 13 سال گذشته حکومت وحدت ملی نبوده دلیلش هم دیدیم و عواملش هم دیدیم که آخرش هیچ است. قدرت در دست یک دو ولایت و چند خانواده و وضعیت افغانستان هم همین گونه است. حالا هیچ کس هم نمیپذیره بگه که من در حکومت شریک بودم و خود را در این همه فساد و بدبختی افغانستان به خود شریک بسازه. بنابراین ما نیاز میدانیم و این محرومیت ها را سپری کردیم که در افغانستان نیاز به یک حکومت وحدت ملی داره با تمام معنایش. اما بحث این است که سیسته که حالا از 3 نفر در هر تیم کل آمدن حمایت کردن و افغانستان و مردمش با تیم مورد نظر خود رای دادن. که پیش است که حالا بحثایی که در این ممکن کمیته سیاسی بودم بحثا بیشتر بالای از این نیست که برای حامیان اینی تیم یا برای حامیان اینی تیم مثلا قدرت منابع تقسیم شود. بیشتر تمرکز بالای یک فرد است. اینجا فرد
اینجا مسئله بحث اصلی است که متاسفانه این باز بیشتر منفعت زیر حامیان این نمیگیره. مثلا بسیار حال بحث روی از این نیست که مثلا چند نفر از این کادرای این یک تیم والی شوه، سفیر شوه، وزیر شوه یا مثلا رئیس شوه و یا مثلا همون به او شایستگی که داره به اون پستا برسه. اون نیست. فقط صلاحیت رئیس اجرایی باید چقدر باید باشه، چقدر باید بلند بره. یعنی روی فرد محور است. فکر نمی‌کنین که بحث اصلی هم امین است که بیشتر از کدام تیم در قدرت سهیم شو، والی شو، وزیر شو، رئیس شو، سفیر شو؟ او گپای توافق شده است. حالا فعلا که امروز که ما رویش بحث میکنیم مسئله از این نیست که حالا برن روی چند تا وزارت خانه بحث بکنن. اینها با کمیته سیاسی به توافق رسیده شدگی است. در اوج آمده با توافقات سیاسی که در چارچوب سیاسی که جان کری آمده بود، اون در اوج آمده که در کدام بخشا مسئله برابری است، مساویانه، مسئله مشارکت، مسئله مشوره و به او به توافق رسیدن دوستای ما. اما فقط مسئله یک فرد است که کلی تلاش میکنن که یک گروه تلاش میکنن که باید بر فرد قدرت بیشتر داده شود، یک فرد دیگه یک گروه دیگه میگه که نه حالا هنوز کمتر داده شود. یعنی ما به صفت یک نماینده حالا که نگرانی ما همین است که آنقدر چی نیست، بحث روی هوادارا و نخبه و حامیان یک تیم نیست، یک بحث است. اما در کل تاکید میکنم که بحث مسئله وحدت ملی بحث اساسی و ضروری است و اینمی انتخابات اخیرش جز ازی که ما به یک تفاهم برسیم دیگر راهی وجود نداره. این راه بسیار مشکل است و هر تیم هم خواسته باشه با این راه پیش بره برش مشکل میشه و نیازمندی های مردم افغانستان و این رکود جنجال های یک ساله را نمیتونه جبران بکنه. بنان خوشبینی های مطابق که دوستان میجا اشاره کردن ما بسیار خوشبین هستیم که حداقل به یک توافقی رسیدن و هر توافقی که باشه مردم افغانستان را اگر شما معیار قرار بدین، اگر به نقص تیم است یا به نفع تیم است یا به نفع تیم است یا به نقص تیم است، مردم افغانستان استقبال میکنه. هیچ که ما یعنی هر دو تیم هر دو کاندید با هم به توافق برسن، به هر گونه‌ای که میرسن. شما شاید نخواد بودین که 100 نفر در سرک برای بگه که نه ای شما ای به نقص ما بوده یا ما را قبول نداریم، نمیگن. فقط این دو تیم این رهبرا هستن که به یک شکلی برسن که مردم افغانستان انتظار از این دارن. و تاکید میکنم که هر رسیدن باید به اساس قانون اساسی افغانستان بوده باشه. در صورتی که قانون اساسی افغانستان نقض شود معنایش است که امی کسایی که در زندان هستن، کسایی که دیگه تخلف میکنه خو نمیدونم کار بزرگ و کلانتری جز نقض قانون اساسی انجام ندادن. ما باید منفعت ها را، حکومت وحدت ملی را، تفاهم را، برابری را، برادری را همیشه در چارچوب قانون اساسی افغانستان باید جستجو بکنیم. سپاس. آقای سعیدی، حالا باید اعلان شود که رئیس جمهور که تعیین میشه بر اساس تلاش های سیاسی بوده یا بر اساس رأی مردم و انتخابات شفاف؟ آنچه که در قانون میگه. باور ندارم که رأی مردم از الف تا یا نادیده گرفته شه، به خاطر که ما یک اصول و قوانینی داریم، که باید رئیس جمهور برآورده از آرای مردم باشه. ولی یک وقتی که یک تفاهم میشه که طور جناب دکتر سپیشتر اشاره کرد که حتی حاضر نیستیم که بگویم بازنده، میگیم کاندید اول و کاندید دوم. من اون چی که تاکید میکنم همه این حرفا، همه این گپ ها، اگر هر کس رئیس جمهور شه، هر کس نفر دوم شه، بزرگترین منبع و منور اعتماد است. من یک قصه شخصی را شما میکنم. من سکرتر اول بودم در پاکستان. رئیس ارگانهای محل حاجی عبدالخالق فرایی کال رئیس ارگانهای محل قنصل بود، یعنی قنصل صلاحیت داره. ما هم کار بودیم، تمام صلاحیت ها خور به من تفویض کرده بود، یعنی من صلاحیت قنصل داشتم. علت دیگه چیزا بود، یک اعتماد بود، یک باور بود. حالا اگر کسی که با آرای مردم رئیس جمهور بشه، وقتی که رئیس اجرایی یا کسی دیگری با یک صداقت و همکاری اعتماد به دست آورن، هیچ کس نمیخواد همه قدرت ها رو به جیب کنه و شو ببره به خانه خود. بدون شک اعتماد مروه. اگر اعتماد نباشه همین 100 کاغذ نوشته شه، 100 دفعه امضا شه، به مقرری یک سفیر یا سرکاتب هم باز خواه گفتن که برین کاغذها رو بیارین در روی ازو چی نوشته. این بسیار مشکله. من چی امید دارم؟ اول من تو میگم که دامن افغانستان بزرگ است، هر کس در اینجا جای داره، پشتون، تاجیک، ازبک، هزاره. اگر ما همپذیری را بپذیریم ولی در همپذیری خودگذری داشته باشیم، باور کنین که به مرور زمان طی چند سال میتونیم که از محتاجای اقتصادی و سیاسی خود نجات بدیم. گپ دیگه، همین هر دو تیم آرای مردم دارن یا چیزی بیش یا چیزی کم.
اگر هر کس یکی دیگه رو نادیده بگیره این هم جزئی از مشکل است. فقط من میخواستم این تو خواهش کنم که اون چیزی که در روی کاغذ مینویسند درست است، یک تعهد است، یک باور است، اما بزرگترین این است که همه تیم هر دو تا و همه هر دو کاندید مطرح وضعیت افغانستان عمیقاً احساس کنند. عمیقاً چی؟ هم در ملی و هم سطح بین المللی مشکلات مردم احساس کنند. باور به شما بخونم که هر دو کاندید اگر ترحم نکنن به حال مردم افغانستان، غیر از طرفداران شخصیشون، مردم افغانستان به هر دو بد خواهد گفت، به هر دو را رد خواهد کرد. پس راه نجات افغانستان این است که ما کناری یک دستارخوان بشینیم. خیر است اگر کسی لقمه چرمتر میخوره، اگر کسی لقمه خوشتر میخوره، ولی تحمل یکدیگر داشته باشه. من میگم که هر دو لیدر، هر دو کلان میتونن که با تحمل به زودی این کشتی را درست تر کرد. تشکر. آقای مختاری، واقعا 95% توافق شده و آنچه که آقای فایق گفتن، حالا بحث روی فرد میشه تا بیشتر از این باشه؟ اجازه بدید که دو نکته را که دوستان اشاره فرمودن ما اشاره خیلی مختصری داشته باشیم. نکته ای را که جناب افغانزایی اشاره داشتن که تیم اصلاحات همگرایی تا 75% در پروسه تکنیکی حضور داشتن و بعد از او هم خب حضور غیر مستقیم داشت. بله حضور داشتیم، اما با این پیشفرضی که پیشنهادات ما و همینطور کارشیوه ها و طرز العمل هایی که در جهت ابطال آرا در نظر گرفته میشه در محراق توجه قرار بگیره. ما با همین اعتماد و اطمینانی که از سوی نماینده‌های ملل متحد دریافت کرده بودیم و همینطور کمیسیون محترم خب وارد پروسه شدیم. اما وقتی عملیات ابطال آرا شروع شد، در اونجا معلوم شد که کارشیوه ها و طرز العمل پیشنهادی تیم اصلاحات هیچ کدام مورد توجه قرار نگرفته بود. طبیعی بود که نتیجه مشخص بود و او دیگه برای ما ارزشی نداشت. حتی همون کارشیوه هایی که در دور نخست، در دور اول در نظر گرفته شده بود توسط او صدها هزار رأی باطل شد، حتی همون کارشیوه ها هم در نظر گرفته نشد. خب اینجا بود که طبیعی بود که ما از پروسه بیرون بیاییم. خب ما پروسه را بایکوت کردیم. خب تا امروز ما با پروسه تکنیکی کاری نداریم، نه ناظری ما اونجا حضور داره، نه خبر داریم که چی میکنن با آرا، با صندوق هایی که در بس در اختیار خودشان هستن چی میکنن و چی کردن ما اطلاعی نداریم و به او و فعلا کاری نداریم. اما نکته ایره که جناب فایق صاحب اشاره فرمودن که بله تمام تلاش ها و زد و بند ها روی فرد هست. من اینطور فکر نمی کنم، ضمن که احترام دارم به فرمایشات جناب وکیل صاحب، تحلیل خیلی خوبی داشتن. اما بحث اینه که ببینید در حکومت وحدت ملی هنوز روی افراد هیچ بحث نشده. چی جلساتی که در کانتیننتال صورت گرفت، چی مذاکراتی که فعلا جریان داره، اصل بحث هنوز روی افراد نیامده، چون هیچ بحث افراد مطرح نیست، بحث ساختاره. ما میخوایم ساختار متعادل شود که همین تعادل و توازن برقرار شود. وقتی وحدت ملی میگیم این وحدت ملی در این ساختار یک ساختاری برای در نظر گرفته شود. ما نمیایم ساختار را برای افراد بسازیم، افراد را برای پس ما اول باید ساختار اصلاح بکنیم، یک ساختاری که حکومت وحدت ملی را تمثیل بکنه. این که خب کی کدام تیم اول میشه دوم میشه او هنوز معلوم نیست. معلوم نیست تیم اول کیه، تیم دوم کیه، که ما سر فرد یا افراد او چانه‌زنی داشته باشیم. در ارتباط با ریاست اجرایی که اشاره شد، خب بس اینه که اگر واقعا حکومت وحدت ملی خود، طبعا اینجا باید یک توازن قدرت به وجود. این خلاف قانون هم نیست، چیزی که دوستا زیاد ایره مطرح ساختن و مطرح میکنن و خوبه. قانون مورد احترام همه ماست، قانون مادر قوانین این مملکت هست. اما این قانون ما برای چی میسازیم؟ قانون دستساز خود این مردم هست برای صلاح و فلاح این مردم، برای مصلحت اولیای این کشور. اگر یک قانون، یک ماده قانون باعث بشه که یک مملکت رو چند پارچه بکنه، وحدت ملی را از بین ببره، قانون هیچ ارزش نداره. قانون وقتی ارزش داره که وحدت ملی ما رو تامین میکنه. اجازه بدید در همین ماده ببینید تحول و تداوم در صورتی که برنده باشن یا بازنده اصلا قبول نمیکنن که قدرت تقسیم شود. خب بحث سری همینه. چرا دوستان ما سر مسئله تکیه دارن؟ نه ببینید ما نخواستیم، نمیخوایم ما این چیزاییست که هنوز دقیق معلوم نیست، چون چندین مرتبه متاسفانه این حرفا زده شد و بعد ما معلوم شد که پس حالا گفتم میشه که 90% بر توافق رسیدن
90% به توافق نرسیدین بلکه زیر 50% به توافق ببینید رسیدین. ما درسته یک سلسله موضوعاتی که در کمیته های سیاسی در هتل کانتیننتال همونطوری که دکتر صاحب اونجا خودشان هم حضور داشتن صحبت شد، او یک مرحله بود که عبور کردیم. در اونجا خیلی پیشرفت صورت گرفت. در ارتباط با تعریف حکومت وحدت ملی توافق صورت گرفت. در ارتباط با برنامه‌های هر دو تا تیم که تلفیق شد، هر دو برنامه در اینجا توافق صورت گرفت. در بسیار از مواد موافقتنامه و همینطور اعلامیه مشترک توافق صورت گرفت. بزنگاه کار کجا بود؟ اونجایی که قدرت رو تا حدودی تعدیل میکنه، توزیع قدرت در میان میدن. اصل قضیه، چاشنی قضیه اونجا بود که خب چون نظام گذشته ما نظام ریاستی بوده، همونطوری که از تعبیر جناب دکتر صاحب اشاره هم شد که در گذشته ما از نظام ریاستی، از نظام شاهنشاهی، از نظام‌های دیکتاتوری چی بر این ملت گذشته. ما می‌خوایم یک تعادلی به وجود بیاید، یک توازنی به وجود بیاید، بالاخره قدرت توزیع بشه تا همه جریان‌ها، همه نهادها، همه اقوام نگرفته تا به هنوز. من نمیگم که هیچ ببینید اون توافقایی که قبلا صورت گرفت اونها بس صورت نگرفته. توافق اصلی هنوز نه. بر سر صلاحیت‌های رئیس اجرایی تا سر مسئله کلیدی، سر مسئله کلیدی که بحثی میزان صلاحیت های ریاست اجرایی است، هنوز توافقی تا این لحظه را صورت نگرفته. البته تلاش ها جریان داره، ما این را منکر نیستیم. تلاش ها به صورت مستقیم نیست، به صورت غیر مستقیم. نهادهای ملی و بین المللی، شخصیت های داخلی و خارجی دارن تلاش میکنن که دیدگاه ها را نزدیک بکنن، ولی تا هنوز توافق مکتوبی که روی او ما تکیه بکنیم و اعلان بکنیم صورت نگرفته. در این مسئله سپاسگزار اصلی عرض. ادامه برنامه. آقای افغانزی، آنچه که آقای مختاری گفت که تا به هنوز سر مسائل کلیدی یا موضوعات کلیدی هیچ توافق صورت نگرفته، از جمله میزان صلاحیت های ریاست اجرایی. اما شما میگین که توافق صورت گرفته و نکات کوچک مانده که روی اون مسائل توافق صورت بگیره. فکر نمیکنین که دو تیم انتخاباتی حالا از شهروندان که رای گرفتن کتمان حقیقت میکنن و میخواین چیز را پنهان بکنن از مردم؟ در تیم اصلاحات و همگرایی دو دیدگاه وجود دارد. یک دیدگاهی است که حکومت وحدت ملی مطابق به قانون اساسی با وجود فشارهای دور تیمی شکل بگیره و مدیریت دیدگاه را دکتر صاحب عبدالله دارند و نهایتا این دیدگاه عملی میشه. دیدگاه دومی است که یا نصف قدرت یا نصف مملکت، یعنی این شعاری است که تندروا در او تیم برای خود انتخاب کردن، یا نصف قدرت یا نصف مملکت. یعنی اونا میگن که اگر برای ما در حکومت آینده نصف قدرت ندهید، ما حکومت مملکت را تجزیه میکنیم و نصف مملکت مال ماست. بگذارین از آقای مختاری پرسان بکنم، چون این دیدگاه در تیم شما واقعا وجود داره؟ با کمال تأسف ما انتظار نداشتیم که جناب افغانزوی به این مسائل اشاره داشته باشه. اولا ببخشید با عرض معذرت، اینجا خب ما اینجا میز است، مردم من و شما رو میبینه، ما با صحبت خود در واقع شخصیت خود رو به نمایش میگذاریم. کلام ما مبین اخلاق و تربیت ماست. ببینید این مسئله وجود نداره. بحث حکومت وحدت ملی، حکومت وحدت ملی از دو تا تیم، اینجا ببینید دو تا تیم داریم. ببینید چون این وجود داره، یا نصف قدرت یا نصف مملکت یا نه؟ ما همچی چیزی را نداریم و شدیداً به اصطلاح تقبیح میکنیم، همچی اظهار نظری رو واقعا عقیده ما است که حکومت وحدت ملی شکل میگیره. هر دو رهبر که ممثل هویت و منافع هر دو تیم است، این توافقنامه را امروز احتمال زیاد، یعنی بیش از 90% تا 95% احتمالش است که در حضور رئیس جمهور کرزی، معاون سرمنشی ملل متحد، سفیر امریکا و نماینده خاص امریکا امضا کنند و طرح که از طرف اردو کاندید به جامعه جهانی داده شده بود و از طرف جامعه جهانی تایید شده مانند طرح تکنیکی به همین شکل در اختیار هر دو تیم قرار گرفته. تیم تحول و تداوم طرح را قبول کردن. ما امیدوار هستیم که تیم اصلاحات و همگرایی را قبول کرده باشه و نهایتا امروز نتیجه از این معلوم شه. بالاخره جامعه ما از سردرگمی نجات پیدا کنه. میمانه موضوع توزیع قدرت. ما بازم سر حرف قبلی خود اتکا میکنم، سر حرف آقای سهیدی و وکیل صاحب که برادر، قدرت چیزی برای بقای منافع شخصی نیست. قدرت وسیله برای خدمت برای مردم است. تو اگر توان خدمت کردن برای مردم داشته باشی،
طرح خدمت کردن برای مردم داشته باشه، ولو که چوپان در یک ولایت دور افتاده افغانستان باشه، میتونه که بیای در حکومت شریک شه و در حضور داشته باشه. پس اینا برای هیچ کس چراغ سرخ وجود ندارد. هر کسی که علاقمند است در قدرت شریک شود، در قدرت حضور داشته باشه، معیارش باید خدمت کردن باشد، معیارش باید قبول قانون اساسی باشد، معیارش باید اطاعت از دساتیر رئیس جمهور و مقامات سلسله مراتب باشد و معیارش باید طرحی باشد که او در حکومت داری برای مردم ارائه میکنه. معیار تیم تحول و تداوم قانون اساسی افغانستان است؟ بدون شک. قانون اساسی افغانستان میگه انتخابات شفاف، عادلانه، سرتاسری و سری. آیا ما چنین انتخابات را داشتیم؟ چرا که نداشتیم؟ کجایش نبود؟ هم انتخابات شفاف داشتیم، هم سراسری داشتیم، هم عادلانه داشتیم و هم سری داشتیم. هر 4 عنصر انتخابات ما در 2 مرحله به تمثیل گذاشته شد. حماسه ملی را همه جهان دیدن. یک تعداد افراد آمدن این انتخابات به خاطر منافع خود برعکس ساختن، اتهام وارد کردن. او گفته است که خودشان میدانن و مسئولیتشان. تشکر آقای فائق. امی ریاست اجرایی و رئیس اجرایی اگر واضح‌تر بگین در حکومت وحدت ملی یعنی چی کاره؟ بله، قبل از اشاره بکنم که ما با یک سلسله توافقات دسترسی پیدا کردیم، ورنه اگر ادعا بکنیم که امروز یا فردا یا در یک آخر هفته این مشکل حل میشه، خب اگر ما به توافقی نمی رسیدیم مشکل بود که با همه موارد ما در ظرف چند روز آینده یا چند ساعت آینده ما با توافق برسیم. بنابراین باید قبول بکنیم که اینمی توافق ما توافق پوست ها بوده که نخبگان و افراد در او جابجا میشن. اما مسئله اگر فرد نیست، مسئله پوست است. جنجال سر یک پوست است که بازو را یک فرد میگیره و مهم هم نیست که کی میگیره و خدا را شکر که از هر 2 تیم باشه هم افراد نخبی وجود داره که بتونن این پوست را پیش ببرن. خب به هر حالتش ما جنجال امروز ما و یا مذاکرات امروز ما فقط روی اینمی صلاحیت‌های اجرایی است. حالا برمیگردیم به صلاحیت‌های اجرایی. در اصل وقتی که قانون اساسی را افغانستان را ساختن، یک تعداد مغرضانه فهمیده و یا هم که هیچ از قانون آگاهی نداشتن و هیچ از فرهنگ افغانستان آگاهی نداشتن، حداقل 4 قوم بزرگ بیان و این مثلث مربع شود در قانون اساسی افغانستان ذکر بکنن، این میره ناوردن. اینمی خلا اینمی پیدا شد و اینمی خلا پیش میره و هیچ کس هم خوش نیست که بخش از مردم افغانستان، خب حالا تیم ها قومی نیست اما ما حضور نظام میگیم، وقتی که افکار وقت میتین، اقشار وقت میتین، خب اقوام هم باید فرصت داشته باشن. خب حالا بحث قومیش نیست، بحث جریانات سیاسیش. حالا باید اینمی سه زل که 2 معاونین هستن، یک فرد دیگی باید و قانون اساسی افغانستان تعدیل شود و اینمی ریاست جمهوری باید 3 معاون داشته باشه. چی که بازی را نامگذاری میکنن یا درجه بندی میکنن یا هیچ نمیکنن، این بحث علیه است. اما حالی که ما نمیتونیم قانون اساسی افغانستان را تعدیل بکنیم، باید یک فردی را در پهلوی اینمی معاونین بگذاریم و صلاحیت ها را برای اونا بدیم، نه صلاحیت ها بالاتر از معاونین باشه و نه همین صلاحیت های قدر کم باشه که پوست اما تمثیل اونم کمبودی را که در اوج احساس میشه کم باشه. فقط دیدگاه ما همین است و مردم افغانستان هم همین میخوان. و کسایی که به این فکر باشن که این پوست را سمبولیک بسازن و صلاحیت برش نتن، خب او هم فکر خوب نمیکنن و با او هم پیروش مشکلات. اما کسایی که به فکر ازی باشن که از این پوست یک صلاحیت بالاتری را بگیرن و در جایگاه بالاتر از این قرار بگیرن و صلاحیتایی که برای رئیس جمهور افغانستان و یک صلاحیت دیگه هم که برای معاونیت اول افغانستان در قانون اساسی افغانستان ذکر شده، خب هر تیم هم در فکر ازی باشه که صلاحیت‌ها را نقض بکنه، بازی خلاف قانون اساسی است. هر تیم که برنده شد برای تیم دوم یا کاندید دوم پست اجرایی را بده، درست است؟ معنیش همین است. آقای افغانزی، یک چیزی را که مطرح شد آنچه که آقای فائق گفتند که در گذشته آقای دکتر اشرف غنی احمدزی همچنان پست ریاست اجرایی را برای آقای احمدضیا مسعود وعده داده بودند. خب بارها هم رویش تاکید صورت گرفته بود و حالا اگر گیریم تیم تحول و تداوم برنده میشه، جایگاه پست اجرایی برای نامزد دوم داده میشه. اینجا جایگاه آقای احمدضیا مسعود در کجاست؟ تیم تحول و تداوم از آغاز معتقد به وحدت ملی و حکومت وحدت ملی بود. وقتی که تیم به جایگاه رسیدن که باید حرف اول بزنه، ناگزیر بودن که باید واقعیت‌های ملی را هم رعایت کنه و به خاطر رعایت واقعیت‌های ملی افغانستان
وقتی احمدضیا مسعود علاقمند شد که با این تیم یک جا شود، تیم صلاحیت ریاست اجرایی را برای احمدضیا مسعود دادند تا تمثیل وحدت ملی بهتر شود. و حالی که این معادله کمی وسیع‌تر شدن، یعنی تیم دوم هم میاین با تیم اول دست یکی میکنه در حکومت وحدت ملی، ما امیدوار هستیم که هم از لحاظ قومی و هم از لحاظ واقعیت‌های مملکتی اینمی جایگاه رعایت شود. آقای سیدی، اپوزیسیون چه کسانی خواهد ماند در حکومت وحدت ملی افغانستان و فکر میکنین که دولت یا حکومت بدون اپوزیسیون واقعا میشه که با همان معلفه های دموکراسی احترام بگذاریم؟ ببینید، یک اپوزیسیونی مسلح است و یک غیر مسلح. غیر مسلح منظورم است. اپوزیسیونی مسلح مطرح نیست و مخالفت داره به نظام و وضعیت. اگر در افغانستان اپوزیسیونی ترمیم کننده باشه، انتقادات معقول و مشخصی را ارائه کنه و در جهت بهبود حکومت کمک کنه، هر کسی که در قدرت باشه باید اپوزیسیون بد نگوه. یک. دوم، اونچه که شما روی حکومت وحدت ملی و صلاحیت‌ها گفتین، در قانون اساسی اونچه که من مطالعه دارم فکر میکنم 21 یا 22 ماده در قانون اساسی برای رئیس جمهور صلاحیت‌ها رو تعیین کرده. اما رئیس جمهور میتونه طی فرمانی حتی همین 22 صلاحیت خودم انتقال کنه به کسی. این مشکلی نیست. یعنی صلاحیت از رئیس جمهوره، به افغانزایی میته، به آقای مختاری میته، به هر کس میته، صلاحیت داره. اما چیزی که در قانون اساسی گفته شده. ولی ما باز تکرار میکنم، اگر ما همین افغانستانی که من حالا میبینم، اول خب به مردم افغانستان از طریق تلویزیون شما وعده میتونم که ما امیدوار هستیم که بالاخره به نتیجه برسیم و درد و رنج مردم افغانستان از بین برود. دوم، همه سیاسیون افغانستان باید به این نتیجه نرسیده باشند که همه چیز از ما و دیگران هم به این نتیجه نرسیده باشند که نه همه چیز از ما، بلکه در سیاست افغانستان جاده یک طرفه نیست. چیزی داد، چیزی گرفت. بله. چیزی را تفاهم کرد و چیزی را گذشت کرد. از آقای فایق پرسیدم، میشه شما روشنی بندازین آقای سیدی، رئیس اجرایی در حکومت وحدت ملی چیکاره؟ آیا صلاحیت ها یا حیثیت صدر اعظم یا نخست وزیر داره یا نه؟ میتا گفتم که رئیس جمهور، من ذکر کردم که صلاحیت های مشخصی در قانون اساسی داره. اگر رئیس جمهور صلاحیت های خود به رئیس اجرایی یا به معاون خود یا به وزیری میتونه حواله کنه، رئیس اجرایی همه کاره. اگر رئیس جمهور همکاری نکنه، حواله صلاحیت نته تا وقتی که قانون اساسی تعدیل نمیشه، رئیس اجرایی میتونه با مشکلات مواجه. فکر نمیکنین آقای سیدی اگر حالا حکومت وحدت ملی ایجاد شود، باز هم هر روز این ماجراها وجود خواهد داشت میان رئیس اجرایی و رئیس جمهور که فلان صلاحیت از ماست، فلان صلاحیت از خودت است و همین گونه پیش خواهد رفت؟ کوتاه، اگر اعتماد نباشه، وضعیت افغانستان و مردمش مد نظر گرفته نشوه، منافع شخصی بر منافع ملی ترجیح داده شه، این حکومت وحدت ملی و اجرایی هیچ. اگر اعتماد باشه از هر چی ساخته بشه. تشکر. آقای مختاری، آیا شما واقعا خواستین که رئیس جمهور آینده افغانستان بر اساس تلاش های سیاسی به وجود آمده باشد تا بر اساس آرای مردم؟ خود طبیعی همه ملت و مردم انتظار داشتن که بر اساس آراء پاک مردم رئیس جمهور داشته باشه. بر همین اساس پای صندوق‌های رأی رفتن و قربانی دادن و انگشتایشان بریده شد. اما با کمال تأسف دیدیم که پروسه انتخابات و پروسه تکنیکی به چالش کشیده شد و تقلب‌های وسیع و گسترده متاسفانه به وجود آمد و تا این مرحله ما را کشاند. بنبست ایجاد شد. ناگزیر رفتیم به سمت تلاش‌های سیاسی و راهکارها و راه‌حل‌های سیاسی که ثمره و خروجی تلاش‌های سیاسی ارائه حکومت وحدت ملی شده. ولذا ما فعلا روی حکومت وحدت ملی داریم تلاش میکنیم به دلیل اینکه پروسه تکنیکی اعتبار خودش از دست داده. اگر واقعا قانون معیار بوده باشه با افغانزای حالا گفتن که نظرشون محترم. ببینید قانون اساسی افغانستان اگر قانون معیار بوده باشه، در کجای دنیا دیده ای که در حدود 1/3 آرا تقلبی بوده باشه او بعد دیگه به عنوان انتخابات قانونی بوده باشه؟
در دنیا دیگه اسناد و مدارک ارائهش ما نمیخوایم به اون مسائل بپردازیم. بس در اینه که فعلا قرار شد که پروسه سیاسی پیش برده شود بر مبنای تفاهمات و توافقات سیاسی. بعد البته پروسه تکنیکی هم اعتبار داده شود که خب به کلی نادیده گرفته نشود و الا اصل پروسه سیاسی است که ثمره او حکومت وحدت ملی است و لذا تلاش هم در اینمی محور فعلا تلاش جریان داره. تمام دنیا آمدن اینمی مسئله را محکم گرفتن، از خود رئیس جمهور گرفته که تاکید میکنن بر حکومت وحدت ملی، نهادهای بین المللی حکومت تاکید میکنن بر حکومت وحدت ملی و الا اگر ما بر مبنای قانون باشه، قانون میگه انتخابات صورت گرفته، دو تا تیم رقابت کرده، یک تیم برنده است یک تیم بازنده است، دیگه همه چیز آشکار و روشن هست. تشکر. آقای افغانزایی، اگر حکومت وحدت ملی حالا شکل بگیره با حضور کدام چهره ها؟ شما باید دارین که در 13 سال حکومت رئیس جمهور کرزی آخرین سالهایش اعلان میشه که فاسدترین دولت دنیا در افغانستان موجود است. فکر میکنین همین چهره هایی که در گذشته ولی بودن، سفیر بودن، وزیر بودن، معین بودن، رئیس بودن، حالا باز هم در حکومت وحدت ملی بیاین و این حکومت هم نامبد بسازن هم مانند حکومت رئیس جمهور کرزی، یا نه چهره های تازه گماشته شود در پست ها؟ اول خب میخوایم خدمت آقای مختاری عرض کنم که تقلب گسترده نبود، تهمت گسترده بود، دروغ گسترده بود، افترای گسترده بود، سرگردانی گسترده بود، مردم آزاری گسترده بود. این را خوب درک کنین. هیچ نوع تقلب در کار نبود، نیست، نتیجه همون معلوم شدن و نتیجه همون ابلاغ میشه. بخوای نخوای میپذیری نتیجه را، باید بپذیری و این واقعیت جامعه افغانستان است. کسی نمیپذیره در این مملکت، دیر شما مطمئن بوده باشید نتیجه ای که بر مبنای آرای شفاف باشه بله به سر و چشم ما میپذیریم، از روز اول هم گفتیم. اما تقلب که گفتیم تمام اسناد ما را دنیا مشاهده کردن، اسناد کتبی و شفاهی و اعدادی که همه دنیا پذیرفتن. ای که خب دوستان نمیپذیرن او بحث علاهیده است. ما به نظر شما احترام داریم، شما مجبورین در راستای حمایت از تیم خود، چون تقلب به نفع تیم شما صورت گرفت، شما ناگزیر هستین. شما اشتباه میکنین. وقت شما حرف از تقلب میگفتین که جهان در اینجا وجود نداشت. جهان آمادن، خود شما هم آوردین، خود شما هم برایشان وزر کردین که بیاین وکیل ما باشین، بیاین تفتیش کنین. جهان آمادن تفتیش کردن. ما یک روز نمیتونه با میل شما جهان آمدن، یک روز با مردم خود مراجعه هیچ قاضی با میل طرف فیصله نمیکنه. درست است؟ جهان با خاطر منافع خودشان آمدن. هیچ قاضی با من و تو ملت اگر شما قانون اساسی را معیار قرار نمیتین، پس چی را معیار قرار میتین؟ قانون اساسی در قانون اساسی کجا گفته شما یک نتیجه تقلب رو بپذیرید؟ نتیجه شفاف. همین قانون اساسی است که شما امروز ادعا میکنین که ما میخوایم شامل حکومت وحدت ملی شیم. در غیر از او بگذار. پس میخوایم خدمت شما عرض کنم آقای شاداب، حکومت وحدت ملی بنیاد اولش، بنیاد دومش، بنیاد سومش التزام به قانون اساسی است و قبول تفتیش، قبول نتیجه انتخابات است. غیر از این حرف سومی وجود ندارد. چنه‌بازی ها به خاطر قدرت، به خاطر از اینکه مسایم ما چقدر باشه، او چنه‌بازی ها را ما تعامل میکنیم، ولی فیصله حکومت وحدت ملی معیار است و منطق است و قانون است. هر کسی که مطابق به معیار باشه در حکومت وحدت ملی حضور خودش و هر کسی که مطابق به معیار نبود و فکر میکنه که حکومت وحدت ملی و حکومت فردای افغانستان مانند حکومت 13 سال گذشته است، خواب میبینه و خیال میبینه. تشکر. آقای فایق، هر دو تیم انتخاباتی با اینکه در افغانستان در حکومت رئیس جمهور کرزی میلیاردها دلار آمد و سرازیر شد و غارت شد، از محکمه هیچ وزیر و هیچ ولی سخن نگفتن. فکر میکنین که حکومت وحدت ملی هم نمونه حکومت رئیس جمهور کرزی خواهد بود یا نه بهتر، با توجه به اینکه چهره هایی که در طول 13 سال شریک رئیس جمهور کرزی بودن حالا حضورشان در هر دو تیم محسوس است؟ در قدم ها کاش خواهی امی حضوری امی چهره ها را هیچ کس نبینه چه حضور امینا را، اما ممکن نیست. اگر هیچ خوشایند نیست امی حضور چهره ها در کابینه یا در پست های بلند دولتی و یا شاید ما وکلا. حالا در افغانستان ممکن نیست همه را کنار بگذاریم، اما بودن افرادی که در حکومت هم تلاش های خود را انجام دادن، اما حکومت بعدی مختلطی بوده باشه، چهره های جدید هم باید در حضور پیدا بکنه. اما یک دو مورد دیگر هم اشاره میکنم، همانند که پروسه سیاسی خیلی مهم هست
ما سرگردان از اون مسئله هستیم. پروسه نتایج هم خیلی مهم است. اگر این مسئله رای مهم نباشه، خیلی چرا یک تیم خیلی موافق نتایج است که اعلان شد و یکی مخالف نتایج است؟ خب آنکه مهم نیست، خود چرا پس موافقت و مخالفت برای چی؟ اما تشکر. آقای سیدی، اگر خیلی کوتاه بگوین، حکومت وحدت ملی با همین چهره هایی که دولت افغانستان را لقب بدنامترین دولت جهان را دادن، با همین ها شکل بگیره یا نه چهره های نو روی کار بیاین؟ خودت تیر کنم یا راست بگم؟ نه، دقیق بگوین آقای سیدی. به هر دو تیم از این چهره‌های حکومت آقای کرزی وجود داره، کمپاین کرده، هیچ کس اینا را نمیتونه از بیخ و بون بکشه. اینا هم زردک و شلغم نیستن. من باور دارم که مجبوریت‌های هر دو تیم که اینا برشان کمپاین کردن حتما یک تعداد شریک، ولی امیدواریم همه نباشه. سپاس. حرف داشتین آقای مختاری، خیلی کوتاه بفرمایید، وقت ما آخرین حرف ما ایه که اگر اعلان متقلبانه باشه از طرف تیم اصلاحات و همگرایی قابل پذیرش نیست، اما ما به نتایج مذاکرات سیاسی امیدوار هستیم، چون تلاش‌های زیادی داره صورت میگیره. امیدواریم که خروجی رضایت بخش داشته باشیم. سپاسگزارم آقای مختاری، آقای سیدی، آقای افغانزایی و آقای فایق از حضورتان در بحث امشب و شما بیننده هایی که تا اکنون بیننده این برنامه بودید. تا دیدار دیگر، خدا نگهدار.